شرط هفتم عمل کردن به علم است. اگر کدام انسانی که به علم عمل نکند هتف العلم بالعمل فإن اجابه و الا ارتحل. علم به عمل به علاقه برآمد، یعنی به علم به عمل نظر کرد، فإن اجابه و الا ارتحل. اگر عمل کی کرد علم زیاد میشد، عمل کی نکرد علم بر میگردد، یعنی علم مزمحل نیست و نابود میشه. باید طالب علم به علم خود عمل کند. بنابراین امام احمد رحمت الله علیه گفتند که در این مسند هر حدیثی که در آوردم عمل کردم و علما رحمت الله علیهم می گفتند که اعمل بالحدیث ولو مره تکن من اهله. با حدیث یک مرتبه باشدم عمل کن، اهل حدیث میشوی. بنابراین العلم من دون العبادة هبا لا يستقر فحرن ان يذهب. علم در تمثیل مانند یک العلم في التمثيل مثل الشجره. علم اگر ضرب المثل زنیم در مثال بیاریم مانند درخت است و عمل مثل میوه است. درختی که میوه است بالاخره او هیزم است، یعنی فایده ندارد. بنابراین طالبین به هر حدیثی که میشنود باید عمل کند و آن علمدارهایی که به علم عمل نمیکنه الله تعالی بسیار ضرب المثل بدترین را در قرآن کریم زده است که در قرآن زیاده از 40 ضرب المثل است و شاید این بدترین ضرب المثل باشد که در سوره جمعه الله سبحانه و تعالی میگوید مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. مثال آنهایی که علم داده شدند سپس به آن علم عمل نکردند مثال یک خر است که درباره او کتاب ها بار کرده شده است. بنابراین شیخ سعدی هم از این آیت الهام گرفته میگن که علم هرچند بیشتر خوانی چون عمل در تو نیست نادانی. نه محقق بود نه دانشمند چار پای برو کتاب چند. و بالای خر اگر کتاب های بخاری و کتاب های شیخ الاسلام تیمیه را بار کنید دیگه او نفهمد نداند که در بالای او هیزم است یا کتاب است. این عالمی که به علم عمل نمی کند به مردم علم خود را نمیرسونه گفت الله تعالی مانند الله تعالی گفت این مانند یک خر است. بسیار ضرب المثل. یعنی که همین گفته های شما فکر نمی کنید که تاثیر دارد برای آن اهل علم و آن علمایی که امروز دانش را گرفتند و اکثر از آنها در غریبی مردکاری میکنند و دیگری از اینها تکثیرانی میکنند و یک قسمت دیگر با دیگر کارها مشغول هستند، اما آن علمی که رفتند و 5 سال و 10 سال تحصیل کردند در دولت‌های عربستان و در دیگر دولت‌هایی که به نام اسلامی است علمشان را به دیگران پهن نمی‌کنند. آیا آنها ان همین آیاتی که شما نوکه گفتید از سوره جمعه از این بخبر هستند؟ نه البته ان شاء الله آنها با خبر هستند. امید میکنیم که هر یک طالب علم هر یک اهل علم به مردم علم را به قدر امکان میرساند. کدام آدمی که علم دارد رسانیدن علم واجب است و پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که کدام انسانی که علم دارد و پرسیده میشد و علم خود را پنهان میکنه روز قیامت به دهان او لجام آتشین زده میشود. هر یک انسان که علم دارد به قدر علم خود باید به مردم آن را تعلیم دهد.